اسرائیل آمده تو عراق، آمده بودن تونل زده بودن برسن به جسد مطهر امام حسن عسکری، دی ان ای امام حسن عسکری رو استخراج کنن، از طریق دی ان ای او بگردن امام زمان رو پیدا کنن، شهید کنن. برج هایی که کنار کعبه ساختن تک تیرانداز بالاشه، اصلا با هوش مصنوعی هم کنترل میشه. امام زمان اومد گفت الا یا علال عالم با دوشکا بزنن. وقتی آمریکایی وارد عراق شدن افراد زیادی از علما رو بردن بازجویی کردن. امام زمانتون کجاست؟ مهدی کجاست؟ بازجویی. مسجد سهل دوربین گشتن، مسجد کوفه دوربین، امام زمان رو پیدا کنن، شهید کنن. آنها برای کشتن امام زمان عزمشون جزمه تا این نقطه که دی ان ای شو در بیارن، دی ان ای باباشو در بیارن، بگن ببینن کجاست مهدی، علائمی پیدا کنن که بزننش. اونا آمریکا و اسرائیل مصممن امپراتوری شیطان امام زمان نیاد. من سوال می‌کنم شما مصمم هستید اونها رو از بین ببرید؟ الان تو جامعه شما مردم همه مصممن بگن مکبر اسرائیل، مکبر آمریکا. ببین هنوز اراده شکل نگرفته، چه برسه انجام بشه. قرار هم نیست خدا با معجزه بیاره. امام زمان پاکاره، ما پاکار نیستیم. او مضطر است، او وایساده دعا میکنه، امیرالمومنین سرشو تو چاه میکنه، آقا مردم نمیان چیکار کنم؟